سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. باز هم به یک آموزش دیگر از چنل اکبری تک خوش آمدید. یکی از دوستان برای ما کامنت گذاشته بود که چگونه میتونیم ویدیوهای تیک تاک خود قفل کنیم که هیچ کسی نتونه ویدیوی تیک تاک ما را برای خود ذخیره کنه. و ما هم خواستم به درخواست همین دوست ما و به درخواست شما دوستان عزیز یک ویدیو در مورد این که چگونه میتونید ویدیوی تیک تاکتان قفل کنید که هیچ کسی دانلود نتونه و برایتان این ویدیو را ضبط کردم. امیدوارم که مورد پسندتان قرار بگیره. میریم سراغ آموزش. در قدم اول دوست عزیز بیایید اکانت تیک تاکتان را باز کنید. و در قسمت سمت راست بالای سه نقطه اینجا کلیک کنید دوستای عزیز. از این قسمت سیتینگ اند پرایوسی را انتخاب کنید و از اینجا دوستای عزیز پرایوسی را انتخاب کنید و بعد از اون وارد قسم یک صفحه میشیم. از اینجا دوستای عزیز بالای دانلود کلیک کنید و از اینجا دوستای عزیز همه گزینه اگر برای شما فعال باشه، یعنی همه میتونه ویدیوهای تیک تاک شما را ذخیره کرده و دانلود کنه. و اگر این گزینه رو شما غیر فعال کنید دیگه هیچ کسی نمیتونه ویدیوهای تیک تاک شما را ذخیره کنه. و دوستای عزیز من این گزینه رو فعلا غیر فعال میکنم که هیچ کسی نتونه ویدیوهای تیک تاک ما را دانلود کنه. و دوستان عزیز در مرحله بعد میاییم یک تا ویدیو از گالری خود انتخاب میکنیم و قسمی که میبینید دوستان عزیز در قسمت 4 تا گزینه هستم. گزینه اول اگر فعال باشه یعنی همه میتونن به ویدیوهای تیک تاکتان کامنت بتن و اگر دومی فعال باشن همه میتونن ویدیوهای تیک تاکتان دویت کنه دوستان عزیز. و رسیدیم به گزینه چهارم. همه گزینه چهارم برای عزیز هستن. اگر فعال باشه میتونه همگی ویدیوهای تیک تاک شما را دانلود کنه و اگر این شما غیر فعال کنید دیگه هیچ کسی نمیتونه ویدیوی تیک تاک شما را دانلود کنه. خب دوستان اینم بود از آموزش امروز ما. امیدوارم که از آموزش خوشتان آمده باشه. تا آموزش بعدی خدا یار و نگهدارتون.